сураи тавба. номи дигари ин сура бароат яъне безорӣ аст ва ин сура бе бисмиллоҳ оғоз мешавад. дар Мадина нозил шуд, 129 оят ва 16 руку аст. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. این بیزاری از جانب خدا و رسول او به سوی آن مشرکانی که با آنها پیمان بسته بودید. فسیحوا فی الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرین. پس 4 ماه در زمین سیر کنید، خطاب به مشرکان، و بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید و خدا رسوا کننده کافران است. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. و در روز حج بزرگ خبر رسانیدن از جانب خدا و رسول او به سوی مردم است که خدا و رسول او از مشرکان بیزارند. پس اگر توبه کنید آن برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید پس بدانید که شما عاجز کننده خدا نیستید و کافران را از عذاب درد دهنده خبر ده. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر آن مشرکانی که با آنها پیمان بسته بودید سپس با شما در چیز کمی نکردند و بر ضد شما کسی را مدد ندادند، پس پیمان آنها را تا پایان مدتشان به وفا رسانید، به درستی که خدا پرهیزکاران را دوست می‌دارد. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم. پس چون ماه‌های حرام آخر شوند، یعنی آن 4 ماه که آنها را فرصت داده بودند، مشرکان را هر جا که بیابید بکشید و آنها را بگیرید و در بند کنید و برای آنها به هر کمینگاه بنشینید. پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند پس راه آنها را بگذارید، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. و اگر کسی از مشرکان از تو امان خواهد پس او را امان ده تا کلام خدا را بشنود، سپس او را به جای ایمنی وی برسان و این به سبب آن است که آنها گروهی هستند که نمیدانند. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. چی گونه مشرکان را نزد خدا و رسول پیمان باشد مگر آنان که نزد مسجد الحرام با آنها پیمان بسته بودید، یعنی قریش که در حدیبیه با آنها صلح واقع شده بود. پس مادام که آنها در پیمان با شما پایدار باشند شما نیز با آنها پایدار باشید، به درستی که خدا پرهیزکاران را دوست می دارد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. چگونه مشرکان را پیمان باشد و اگر بر شما غالب آیند در باب شما نه حق خویشی را نگاه دارند و نه پیمان را، شما را به زبانهای خویش خشنود می سازند و دلهایشان قبول نمی کند و بیشترینشان فاسقانند. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آیتهای خدا را به بهای اندک خریدند، یعنی تابع شهوت نفس شدند، ایمان را ترک کردند، پس مردم را از راه خدا باز داشتند. همانا بدکار است که آنها می کردند. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. در باب هیچ مؤمن نه حق خویشی را نگاه می دارند و نه پیمان را و آنها خود از حد گذشتگانند. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند پس آنها برادران دینی شما هستند و ما آیتها را برای گروهی که میدانند به تفصیل بیان میکنیم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. و اگر پس از پیمان بستنشان سوگندهای خویش را بشکنند
و در دین شما طعن نزنند. پس با پیشوایان کفر کارزار کنید، به درستی که آنها را عهد و پیمان نیست باشد که آنها باز مانند. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق أن تخشوه إن كنتم مؤمنین. آیا با گروهی که سوگندهای خیش را شکستند و قصد از وطن بیرون کردن پیغمبر را کردند کارزار نمی کنید و آنها پیمان شکنی را با شما نخستین بار ابتدا کردند؟ آیا از آنها می ترسید؟ اگر مؤمن هستید پس خدا به آن سزاوارتر است که از وی بترسید. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. با آنها جنگ کنید تا خدا آنها را با دست شما عذاب دهد و آنها را رسوا سازد و شما را بر آنها نصرت دهد و به سینه های گروه مؤمنان شفا بخشد. و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. و اندوه دل آنها را دور کند و خدا بر هر کی خواهد بر رحمت باز می‌گردد و خدا دانای استوارکار است. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبیر بما تعملون. آیا گمان کردید که فرو گذاشته شوید و در حالی که خدا هنوز کسانی را از شما معلوم نساخته است که جهاد کردند و بجز خدا و پیغمبر او و مؤمنان هیچ دوستی پنهانی نگرفتند و خدا به آنچه میکنید دانا است. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکان را که به کفر خود اعتراف میکنند روا نباشد که مسجدهای خدا را عبادت سازند. عملهای آنها باطل شد و آنها همیشه باشنده آتشند. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. جز این نیست که مسجدهای خدا را کسی امارت می کند که به خدا و به روز آخر ایمان آورده است و نماز را برپا می دارد و زکات را می دهد و به جز از خدا از کسی نمی ترسد. پس امید است که آنها از راه یافتگان باشند.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. оё об додани ҳоҷиён ва обод сохтани масҷидул ҳаромро ба амали касе монанд кардед ки ба худо ва рӯзи охир имон овардааст ва дар роҳи худо ҷиҳод кардааст? назди худо баробар нестанд ва худо ба гурӯҳи ситамгарон роҳ наменамояд. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. آنان که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با اموال و جان خویش جهاد نمودند نزد خدا در مرتبه بزرگترند و آنها ظفر یافتگان هستند. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. پروردگارشان آنها را به رحمت از نزد خود و خوشنودی و بوستانهای مژده می دهد که برای آنها در آنجا نعمت دائم باشد. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. در حالی که در آنجا همیشه یعنی جاویدان باشنده هستند به درستی که مزد بزرگ نزد خدا است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنان، اگر پدران و برادران شما کفر را بر ایمان اختیار کنند آنها را دوست مگیرید و کسانی از شما که با آنها دوستی دارند آنها خود ستمگرانند. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدران شما و پسران شما
و برادران شما و زنان شما و خویشاوندان شما و آن مالهایی که آن را کسب کرده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و منزلهایی که آن را پسند می کنید نزد شما از خدا و رسول او و از جهاد در راه او دوست داشته تر باشند. پس نگران باشید تا آنکه خدا عقوبت خود را بیارد و خدا به گروه فاسقان راه نمی نماید. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. به درستی که خدا شما را در جایهای بسیار نصرت داد و نیز روز حنین چون بسیاری اتان شما را به شگفت آورد، پس آن بسیاری چیزی را از شما دفع نکرد و زمین با وجود فراخیش برای شما تنگ شد و پشت نموده برگشتید. یعنی در آغاز غزوه حنین شکست به مسلمانان روی داده بود. بعد از آن خدای تعالی نصرت داد و به جهت یادرس کردن نعمت این آیات ها فرستاد. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. سپس خدا آرامش خود را بر پیغمبر و مؤمنان فرو فرستاد و لشکرهای را فرو فرستاد که شما آنها را ندیدید و کافران را عذاب کرد و این است جزای کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. باز بعد از این خدا بر هر کی خواهد بر رحمت باز می گردد و خدا آمرزنده مهربان است. یعنی از کافران به هر کی خواهد توفیق اسلام می دهد. یا ایها الذین آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم. ای مؤمنان، جز این نیست که مشرکان پلیدند. پس بعد از این سال باید که به مسجد الحرام نزدیک نشوند و اگر از درویشی می ترسید، یعنی به سبب نآمدن سوداگران، پس خدا اگر خواهد شما را از فضل خود توانگر سازد. به درستی که خدا دانای درستکار است. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
از اهل کتاب با کسان جنگ کنید که به خدا و روز آخر ایمان نمی آورند و آنچه را که خدا و پیغمبر او حرام کردند حرام نمی شمارند و دین درست را اختیار نمی کنند تا آنکه از دست خود خار شده جزیه بدهند. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. و یهودیان گفتند که عزیر پسر خدا است و نصرانیان گفتند که مسیح پسر خدا است. این قول آنها است که به زبانهایشان میگویند، یعنی اصلی ندارد و آن را با سخن قومی که پیش از این کافر شدند، یعنی مشرکان که ملائکه را دختران خدا میگویند مانند میکنند. خدا آنها را لعنت کند. چگونه برگردانیده میشوند؟ یعنی از راه درست. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را بجز خدا پروردگار گرفتند و حال آن که به چیزی فرموده نشدند مگر آن که یک خدا را عبادت کنند که بجز وی هیچ خدای نیست. وی از آنچه شریک او مقرر می کنند پاک است. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. میخواهند که نور خدا را به دهان خود فرو نشانند، یعنی برای باطل نشان دادن دین با شبهه ها سخن میگویند و خدا قبول نمی کند مگر آن که نور خود را کامل سازد، اگرچه کافران ناخوش شوند. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آن خدای است که پیغمبر خود را به هدایت و دین راست فرستاد تا آن را بر همه دینها غالب کند اگرچه مشرکان ناخوش شوند. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنان، به درستی که بسیاری از دانشمندان
و راهبان اهل کتاب اموال مردم را به باطل میخورند و از راه خدا باز می‌دارند و آنان را که زر و نقره را ذخیره میکنند و آن را در راه خدا خرج نمی نمایند از عذاب دردناک خبر ده، یعنی آنهایی که زکات نمیدهند. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بر روزی که بر آن مال آتش دوزخ گرم کرده شود، یعنی دمیده شود، پس پیشانی و پهلو و پشت آنها با آن داغ کرده شود. گفته شود این است آنچه که برای خود ذخیره نهادید، پس آنچه را که ذخیره میکردید بچشید. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. به درستی شماره ماه‌ها نزد خدا در کتاب خدا از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید 12 ماه است. از آن جمله 4 ماه حرام است، یعنی ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. این است دین درست. پس در آن 4 ماه بر خویشتن ستم مکنید، یعنی با جنگ ناحق، و با همه مشرکان جنگ کنید چنان که آنها با همه شما جنگ میکنند و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. جز این نیست که نسی زیادتی در کفر است. معنی نسی به تأخیر افکندن یکی از ماه‌های حرام به ماه دیگر. معنی دیگرش چند روز را به سال قمری افزوده آن را سال شمسی ساختند. جز این نیست که نسی زیادتی در کفر است. با آن کافران گمراه گردانیده می شوند. آن ماه را 1 سال حلال می شمارند و آن را سال دیگر حرام می شمارند تا با شماره آنچه که خدا حرام ساخته است موافقت کنند. پس چیزی را حلال سازند که خدا حرام ساخته است. کردارهای بدشان برای آنها آراسته کرده شده است و خدا به قوم کافران راه نمی نماید. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل. ای مؤمنان،
شما را چی حال است که چون به شما گفته می شود در راه خدا بیرون آید، گران شده به سوی زمین میل می کنید؟ آیا در عوض آخرت به زندگانی دنیا خوشنود شدید؟ پس بهره زندگانی دنیا در برابر آخرت بجز اندکی نیست. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر بیرون نآید شما را عذاب کند، عذاب درد دهنده، و بجز شما قومی را بدل شما گیرد و به خدا هیچ زیانی نمی رساند و خدا بر همه چیز توانا است. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او را نصرت ندهید چی باک؟ به درستی که خدا او را نصرت داده است. آنگاه که کافران او را که دویمی دو کس بود از وطن بیرون کردند، آنگاه که این دو کس در غار بودند، آنگاه که یاری خود را می گفت یعنی ابوبکر صدیق را رضی الله عنه اندوهگین مباش، همانا خدا با ماست. پس خدا تسکین خود را بر پیغمبر فرو فرستاد و به او با لشکرهایی که شما آن را ندیدید قوت داد و سخن کافران را فروتر ساخت و سخن خدا بلند است و خدا غالب درستکار است. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبکبار و گرانبار بیرون آید و به مال و جان خود در راه خدا جهاد کنید اگر می دانید این برای شما بهتر است. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر نفعی زود حاصل شونده و سفری آسان می بود یعنی آنچه که تو به آن دعوت می کنی با تو پیروی می کردند ولیکن مسافت راه به آنها دور نمود و به خدا سوگند خواهند خورد که اگر می توانستیم با شما بیرون می آمدیم خیش را هلاک می کنند یعنی با سوگندی دروغ و خدا می داند که آنها دروغ گویند. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. خدا تو را عفو کند. چرا به آنها رخصت دادی؟ منع رخصت تا آن وقت بود که راستگویان هویدا شوند و دروغگویان را بدانی. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم
بالمتقين آنان که به خدا و روز آخر ایمان آوردند در پس ماندند، از آن که با اموال و جان خویش جهاد کنند از تو رخصت نمی طلبند و خدا به حال پرهیزگاران دانا است. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. جز این نیست که از تو کسانی رخصت می طلبند که به خدا و روز آخر ایمان نآوردند و دلهایشان شک آورده است، پس آنها در شک خود سرگردان شدند. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. و اگر بیرون آمدند میخواستند برای آن سامان سفر را مهیا میکردند، ولیکن خدا برانگیختن آنها را ناپسند داشت، پس آنها را از حرکت باز داشت و گفته شد با باز نشستگان بنشینید. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر در میان شما بیرون می شدند در حق شما چیز بجز فساد نمی افزودند و البته فتنه جویان در حق شما در میان شما مرکب می تاختند، یعنی سعی در فتنه می کردند و از آنها در میان شما سخن شنوان هستند، یعنی سخن آنها را قبول می کنند و خدا به ستمگران دانا است. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. همانا پیش از این هم فتنه را طلب کرده بودند و برای تو کارها را نگونسار بگردانیدند تا آنکه نصرت حق برسید. همانا پیش از این هم فتنه را طلب کرده بودند و برای تو کارها را نگونسار بگردانیدند تا آنکه نصرت حق برسید و کار خدا غالب شد و از آن ناخوش بودند. و منهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. و از آنها کسی هست که میگوید با من رخصت ده و مرا در فتنه ما انداز، یعنی مرا به بلاد روم مبرید که جمال رومیان را دیده مفتون خواهم شد. آگاه شو که آنها در فتنه افتادند، به درستی که دوزخ کافران را فراگیرنده است. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر به تو نعمت برسد آنها را ناخوش کند و اگر به تو مصیبت برسد گویند ما پیش از این مصلحت خود را به دست آوردیم، یعنی پنهان به دشمنان موافقت کرده ایم یا از سفر تخلف نموده ایم، ما را هیچ باک نیست و شادمان شده برمیگردند. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بگو به ما بجز آنچه خدا برای ما نوشته است هرگز چیزی نرسد. او کارساز ماست
و مؤمنان بر خدا باید که توکل کنند. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بگو در حق ما بجز یکی از دو چیزی نیکو را انتظار نیستید، یعنی فتح یا شهادت، و ما در حق شما انتظاری میکشیم که خدا عذاب را از نزد خود یا به دست ما به شما برساند. پس منتظر باشید، به درستی که ما نیز با شما منتظر هستیم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بگو خواه به خوشی و خواه به ناخوشی خرج کنید، از شما هرگز قبول کرده نخواهد شد، به درستی که شما قوم فاسقان هستید. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. و آنها را چیزی باز نداشت از آن که خرجشان از آنها قبول کرده شود، مگر آن که آنها به خدا و رسول او کافر شدند و به نماز نمی آیند، مگر در حالی که آنها کاهلند، و خرج نمی کنند مگر در حالی که آنها ناخواهند. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. پس مال و فرزندانشان تو را به شگفت نآرد، جز این نیست که خدا می خواهد با اینها در زندگی دنیا عذابشان دهد، یعنی مشقت جمع مال و حفظ فرزندان و تأسف بر آنچه از دست رود، و در حالی که آنها کافر باشند جانشان برآید. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. و به خدا سوگند میخورند که آنها از جمله شمایند و آنها از شما نیستند، ولیکن آنها گروهی هستند که میترسند. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر پناه یا غارهای یا درآمدگاه بیابند، شتابان به آن روی می آورند. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. و از آنها کسی هست که به تو در تقسیم صدقات عیب می گیرد. پس اگر از آن صدقات به آنها داده شود،
خشنود می شوند و اگر داده نشود آنگاه آنها خشم می گیرند. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. و اگر آنها به آنچه که خدا و رسول او به آنها داده است راضی می شدند و می گفتند خدا ما را بس است، خدا از فضل خود به ما خواهد داد و رسول او نیز به درستی که ما به سوی خدا رغبت کنندگانیم بهتر می بود. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. جز این نیست که صدقه ها برای فقیران و مسکینان و عاملان صدقات و آنان که دلهایشان الفت داده می شود، یعنی ضعیف الاسلام، و برای خرج کردن در آزادی برده ها و برای وامداران و برای خرج کردن در راه خدا و برای مسافران است و آن حکم ثابت شده از نزد خدا است و خدا دانای درست کار است. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. و از آنها کسانی اند که پیغمبر را آزار می دهند و می گویند وی سبکگوش است، یعنی کسی هرچی گوید قبول می کند. بگو برای شما سبکگوشی او نیکو است. گفته خدا را باور دارد و مشورت مؤمنان را قبول می کند و برای مؤمنان از شما وجودش رحمت است و برای آنان که پیغمبر خدا را آزار می دهند عذابی درد دهنده است. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. برای شما به خدا سوگند میخورند تا شما را خوشنود کنند و اگر مؤمن هستند سزاوارتر آن است که خدا و رسول او را خوشنود سازند. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. آیا نمی‌دانند که هر کس با خدا و رسول او مخالفت کند پس همانا برای او آتش دوزخ است که در آن جاویدان است. این رسوایی بزرگ است. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
منافقان از آن می‌ترسند که بر آنها یعنی بر مسلمانان سوره فرود آورده شود و آنها را از آنچه در دلهایشان هست خبر دهد. بگو مسخره کنید به درستی که خدا پدید آورنده چیزی است که از آن می‌ترسید. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اگر از آنها سؤال کنی میگویند جز این نیست که ما شوخی می نمودیم و بازی می کردیم. بگو آیا به خدا و آیتهای او و پیغمبر او تمسخر می کردید؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عذر نآورید به درستی که شما بعد از ایمان خود کافر شده اید، یعنی ایمانی زبانی. اگر از سر گروه شما درگذریم البته گروه را به سبب آن که گناهگار بودند عذاب میکنیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. مردان و زنان منافق مانند یکدیگرند. به کار ناپسندیده می‌فرمایند و از کار پسندیده منع می‌کنند و دستهای خود را از خیر می‌بندند. خدا را فراموش کردند، پس خدا آنها را فراموش ساخت. همانا منافقان فاسقند. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. خدا به مردان و زنان منافق و کافران آتش دوزخ را وعده داده است، در حالی که آنها در آنجا همیشه باشندند. دوزخ برایشان بسنده است و خدا آنها را لعنت کرده است و برای آنها عذابی دائم است. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. مانند آنان که پیش از شما بودند، آنها از شما در قوت قوی تر بودند و به اموال و اولاد بیشتر. آنها به نصیبه خویش بهره‌مند شدند، یعنی از دنیا بهره‌مند شدند، و شما نیز به نصیبه خویش بهره‌مند شده اید. همچنان کسانی که پیش از شما بودند به نصیبه خویش بهره‌مند شدند و شما در هزل فرو رفتید چنان که آنها فرو رفتند. عملهای آنها در دنیا و آخرت نابود شد و آنها خود زیانکارانند.
الم ياتهم نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. آیا به آنها خبری کسانی که پیش از آنها بودند نآمده است؟ قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اهل مدین و اهل مؤتفقات، یعنی شهرهای قوم لوط. پیغمبرانشان با نشانه‌های روشن به آنها آمدند. پس هرگز چنین نشده است که خدا بر آنها ظلم کرده باشد، ولیکن آنها بر خویشتن ظلم می‌کردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. و مردان و زنان مؤمن کارساز یکدیگرند، به کار پسندیده می‌فرمایند و از کار ناپسندیده منع می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و به خدا و رسول او فرمان برداری می‌کنند. خدا بر آنها رحم خواهد کرد و درستی که خدا غالب درستکار است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. خدا به مردان مؤمن و زنان مؤمن بوستان‌های را وعده کرده است که زیر آن جایها می رود، همیشه باشنده آن جایند، و نیز جایهای پاکیزه در بهشت‌های پاینده و خوشنودی خدا از همه بزرگتر است. این پیروزی بزرگ است. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبر، با کافران و با منافقان جهاد کن، یعنی با شمشیر و با زبان، و بر آنها درشتی کن و جای آنها دوزخ است و وی بد جای است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. با خدا سوگند میخورند که نگفتند و همان سخن کفر را گفتند و بعد اسلام خویش کافر شدند و به کار قصد کردند که آن را نیافتند، یعنی آزار پیغمبر را،
و آنها چیزی را انکار نکردند مگر آن را که خدا از فضل خود و رسول او آنها را توانگر ساختند. پس اگر توبه کنند برای آنها بهتر باشد و اگر از توبه برگردند خدا آنها را در دنیا و آخرت به عذاب درددهنده عذاب می دهد و برای آنها در زمین هیچ کارساز و هیچ یاری دهنده نیست. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. و از آنها کسانی هستند که با خدا پیمان بستند اگر از فضل خود مرا بدهد البته صدقه دهیم و از نیکوکاران باشیم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. پس وقتی که آنها را از فضل خود بداد به آنها بخیلی کردند و روی بگردانیدند. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. پس خدا روزی که با وی ملاقات کنند نفاق را در دلشان جای کرد به سبب آن که با خدا در آنچه با وی وعده کرده بودند خلاف کردند و به سبب آن که دروغ می گفتند. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغیوب. آیا ندانستند که خدا پنهانشان و راز گفتنشان را می داند و آن که خدا داننده غیب ها است؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آنان که از مؤمنان با رغبت صدقه دهنده در صدقات عیب گیرند و نیز آنان را عیب می کنند که بجز مشقت خود چیزی نمی یابند، یعنی به مزدوری چیزی را پیدا می کنند و صدقه می دهند و با آنها تمسخر می کنند. خدا با آن تمسخر کنندگان تمسخر می کند و برای آنها عذاب درددهنده است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. برای آنها آمرزش طلب کن یا برای آنها آمرزش طلب مکن، یعنی هر دو صورت یکسان است. اگر هم برای آنها 70 بار آمرزش خواهی خدا آنها را هرگز نآمرزد. این به سبب آن است که آنها به خدا و رسول او کافر شدند و خدا گروه فاسقان را راه نمی نماید. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
واپسماندگان به نشستن خویش برخلاف پیغمبر خدا شادمان شدند و ناپسند داشتند که با اموال و جان خویش در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر گفتند در این گرما بیرون مروید. بگو اگر در میافتند آتش دوزخ در گرمی سخت‌تر است. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. پس به سزای آنچه که میکردند باید اندکی بخندند و بسیار بگریند. یعنی خبر آن است که در دنیا خواهند خندید و در آخرت خواهند گریست. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خدا تو را به سوی گروه از آنها باز آرد و آنها از تو برای بیرون آمدن رخصت طلبند، یعنی در جنگ دیگر برای به دست آوردن غنیمت ها، بگو هرگز با من بیرون نخواهد آمد و همراه من با هیچ دشمن جنگ نخواهد کرد. به درستی که شما بار اول به نشستن رضامند شدید، پس با پسماندگان بنشینید. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. و هرگز بر هیچ یکی از آنها که بمیرد نماز مگذار و بر گوری وی مایست، به درستی که آنها به خدا و رسول او کافر شدند و وقتی که مردند فاسق بودند. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. و اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نآورند، جز این نیست که خدا با آن می‌خواهد که آنها را در دنیا عقوبت کند و در حال روحشان بیرون شود که خود کافر باشند. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. و چون سوره به این مضمون فرود آورده شود که به خدا ایمان آورید و همراه رسول او جهاد کنید، از میان آنها صاحبان توانایی از تو رخصت می طلبند و گویند ما را بگذار تا با نشستگان باشیم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آنها به آن راضی شدند که با زنان پسمانده باشند و بر دلهایشان مهر نهاده شد و آنها فهم نمی کنند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن پیغمبر و آنان که با او ایمان آوردند با اموال و جان خود جهاد کردند و نیکی ها از آن آنهاست و آنها خود رستگارانند.
اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم. خدا برایشان بوستان‌های آماده ساخته است که زیر آن جایها روان است. در آنجا جاویدانند. این همان پیروزی بزرگ است. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. و عذرگویندگان از اعرابیان آمدند. معنی اعرابیان، عرب‌های بادیه‌نشین، این جمع مخصوص است و مراد از آن عرب‌های بنی تمیم، بنی اسد، غطفان و اطراف مدینه است، نه تمام اهل بادیه، تا به آنها رخصت داده شود و آنان که به خدا و رسول او دروغ گفتند، یعنی در اظهار اسلام، باز نشستند و به کسانی از آنها که کافر شدند عذاب درددهنده خواهد رسید. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. نه بر ناتوانان و نه بر بیماران و نه بر آنان که چیزی را نمی‌یابند که خرج کنند، چون با خدا و رسول او نیکخواهی کنند هیچ گناه نیست. یعنی آنهایی که در این آیت نامبر شدند معذوران حقیقتند و برای آنها گناه نیست که به جهاد نروند. بر نیکوکاران هیچ راه عتاب نیست و خدا آمرزنده مهربان است. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. و نه بر آنان گناه است که چون پیش تو بیایند تا تو به آنها سواری دهی و چون تو گویی آنچه را نمی‌یابم که شما را به آن سوار کنم، باز کردند، در حالی که از چشمهایشان به جهت اندوه که چیزی را نمی‌یابند که خرج کنند اشک روان باشد. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. جز این نیست که راه عتاب بر کسانی است که از تو رخصت می طلبند، در حالی که آنها توانگرانند. آنها به آن راضی شدند که با زنان پس مانده باشند و خدا بر دلهایشان مهر نهاد، پس آنها نمی دانند. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. چون به سویشان باز آید پیش شما عذرخواهی کنند، بگو عذرخواهی مکنید، سخن شما را باور نداریم، همانا خدا ما را به بعض خبرهای شما آگاه ساخته است و خدا و رسول او عمل شما را خواهند دید، یعنی در دنیا. سپس شما به سوی داننده نهان و آشکارا بازگردانیده می شود
پس شما را از آنچه می کردید خبر می دهد. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. چون به سویشان باز آید پیش شما به خدا سوگند خواهند خورد تا از آنها روی بگردانید، یعنی از عتاب و سرزنش آنها روی بگردانید. پس شما از آنها روی بگرداندید، همانا آنها پلیدند و جای آنها به سزای آنچه میکردند دوزخ است. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. برای شما سوگند میخورند تا از آنها رضامند شوید. پس اگر شما از آنها رضامند شوید به درستی که خدا از گروه فاسقان خوشنود نشود. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. اعرابیان در کفر و نفاق سخت‌ترند، یعنی نسبت به اهل شهر، و به ندانستن احکام شریعتی که خدا بر پیغمبر خود نازل کرده است سزاوارترند و خدا دانای درست کار است. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سمیع علیم. و از اعرابیان کسانی هستند که آن چیزی را که خرج می کنند تاوان می شمارند و در حق شما گردش های روزگار را انتظاری می کشند. گردش های بد بر آنها باد و خدا شنوای دانا است. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحیم. و از اعرابیان کسانی هستند که به خدا و روز آخر ایمان می آورند و آن چیزی را که خرج می کنند سبب نزدیکی به خدا و وسیله دعای نیک پیغمبر می شمارند. آگاه باش به درستی که این برای آنها قربت است، یعنی نزدیکی جستن به خدا است. خدا آنها را در رحمت خود داخل خواهد کرد، همانا خدا آمرزنده مهربان است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. و پیشروان نخستین از مهاجران و انصار و آنان که به نیکوکاری به آنها پیروی کردند، خدا از آنها خوشنود شد و آنها نیز از وی خوشنود شدند و برای آنها بستان‌های آماده ساخته است که زیر آن جایها می رود. آنها در آنجا همیشه جاودانند. این پیروزی بزرگ است. و ممن حولكم
من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. و آنان از اعرابیان که گرداگرد شمایند منافقانند و بعضی از اهل مدینه بر نفاق خو گرفتند. تو آنها را نمیدانی، ما آنها را میدانیم و آنها را دو بار عذاب خواهیم کرد، یعنی در میان مسلمانان خار شوند و در اموال و اولاد آفتها بینند، سپس به سوی عذاب بزرگ گردانیده می شوند. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. و دیگران هستند که به گناهان خود اقرار کردند، عمل نیک را با عمل دیگر که بد است آمیختند. امید است که خدا به رحمت به آنها باز گردد، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سمیع علیم. از اموالشان زکات بگیر تا به آنها را پاک سازی و با برکت کنی و بر آنها دعای خیر کن، به درستی که دعای تو برای آنها سبب آرامش است و خدا شنوای دانا است. الم یعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحیم. آیا ندانستند که خدا آن است که از بندگان خود توبه را قبول می کند و صدقات را می گیرد و همین خدا است که توبه پذیر مهربان است. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید، پس خدا و رسول او و مؤمنان عمل شما را خواهند دید و به سوی داننده پنهان و آشکارا برگردانیده خواهد شد. آنگاه شما را از آنچه میکردید خبر میدهد. و آخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم والله علیم حکیم. و دیگران به فرمان خدا موقوف داشته شدند، یا اینکه آنها را عذاب می کند یا به آنها به رحمت باز می گردد و خدا دانای درستکار است. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. و از آنها کسانی اند که برای زیان رسانیدن و به جهت کفر و برای تفریق افکندن میان مؤمنان و کمینگاه ساختن برای آنان که پیش از این با خدا و رسول او جنگ کردند مسجد ساختند و البته سوگند خوردند که بجز کار نیکو چیزی را نخواسته ایم و خدا گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه
فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرین. آنجا هرگز مایست. هر آینه مسجدی که از روز اول بر نیت تقوا بنیاد نهاده شده است سزاوارتر است که آنجا به نماز بایستی. در آنجا مردانی هستند دوست می‌دارند که پاک شوند و خدا پاک شوندگان را دوست می‌دارد. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله ورضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمین. آیا کسی که عمارت خود را به ترسگاری از خدا و خوشنودی او بنیاد نهاده است بهتر است یا کسی که عمارت خود را بر کناره زمین رودخورده نزدیک به افتادن بنیاد نهاده است که پس با صاحب خود در آتش دوزخ افتد و خدا گروه ستمگران را راه نمی نماید. یعنی عمارت ساختن بر اساس تقوا کنایت است از اخلاص در اعمال و عمارت ساختن بر کناره رود خورده کنایت است از ریا و مغروری در اعمال. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. عمارتی که آنها بنیاد کردند همیشه سبب شک در دلهایشان باشد مگر آن که دلهایشان پاره پاره کرده شود و خدا دانای درست کار است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. به درستی که خدا از مؤمنان به عوض آن که بهشت آنها را باشد جانهایشان و مالهایشان را خریده است. در راه خدا جنگ میکنند پس میکشند و کشته میشوند. به حقیقت در تورات و انجیل و قرآن وعده است که بر خدا است و کیست وفادار کننده تر از خدا به پیمان خویش. پس به این فروختن خود که به آن معامله کردید شادمان باشید و این است پیروزی بزرگ. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. آنها توبه کنندگانند، عبادت کنندگانند، حمد گویندگانند در راه خدا، سفر کنندگانند، یعنی این کلمه به معنای روزه‌دارانند، رکوع و سجده کنندگانند، به کار پسندیده فرمایندگانند و از ناپسندیده منع کنندگانند و احکام خدا را نگه دارندگانند و مؤمنان را مژده ده. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
пайғамбар ва муъминонро раво набуд ки барои мушрикон агарчи хешӣ дошта бошанд, баъд аз он ки ба онҳо ошкор шуд ки он гурӯҳ бошандагони дӯзаханд, талаби омӯрзиш кунанд. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدری خود بجز از جهت وعده نبود که با وی کرده بود. پس چون برای ابراهیم روشن شد که وی دشمن خدا است، از وی بیزار شد. همانا ابراهیم نرم دل بردبار بود. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. و هرگز خدا چنان نیست که بعد از آن که قومی را راه نموده باشد آنها را گمراه کند، یعنی قومی را از جمله گمراهان نمی شمارد، تا آن که برای آنها آنچه را روشن سازد که از آن پرهیز کنند، یعنی تا پیغمبر نآید و تبلیغ نکند، به درستی که خدا به هر چیز دانا است. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. همانا پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خدا است. زنده می کند و می میراند و شما را به جز وی هیچ کارساز یا یاری دهنده نیست. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. به درستی خدا بر پیغمبر و آن مهاجران و انصار که در وقت تنگدستی به وی پیروی کردند، بعد از آن که نزدیک بود دل گروه از آنها از جای برود، بر رحمت بازگشت. سپس بر آنها بر رحمت بازگشت. همانا وی بر آنها بخشاینده مهربان است. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. و بر آن سه کسی که موقوف داشته شدند تا آنکه زمین با وجود فراخی بر آنها تنگ شد و جانشان بر آنها تنگ شد و دانستند که جز به سوی خدا از او پناه نیست، سپس خدا بر رحمت بر آنها بازگشت تا آنها توبه کنند. به درستی که خدا توبه پذیرنده مهربان است. در این آیت اشاره به سه تن است: کعب ابن مالک، هلال ابن امیه و مراره ابن الربی که از شرکت در غزوه تبوک به عذر عقیب ماندند و بعد صدقاً توبه کردند و توبه آنها بعد از 50 روز پذیرفته شد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ای مؤمنان، از خدا بترسید و با راستگویان باشید. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. اهل مدینه و از اعرابیان آنان را که گرداگرد آنها هستند لایق نبود که از همراهی رسول خدا باز پس مانند و نباید که از ذات رسول خدا روی گردانیده در حفظ خویش بیشتر رغبت کنند. این به سبب آن است که به آنها در راه خدا تشنگی و رنج و گرسنگی نمی رسد و پای خود را به جای نمی گذارند که کافران را به خشم آرد و از دشمن هیچ دست برده به دست نمی آرند مگر آن که برای آنها به سبب آن عمل صالح نوشته شود، به درستی که خدا مزد نیکوکاران را نابود نمی کند. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. و هیچ چیزی را اندکی یا بسیار در راه خدا خرج نمی کنند و هیچ وادی را طی نمی کنند مگر آن که برای آنها عمل صالح نوشته شود تا خدا آنها را نیکوتر از آنچه می کردند پاداش دهد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. و مؤمنان را ممکن نیست که همه یک جایه به غزا برآیند. پس چرا چند کس از هر گروه آنها بیرون نآید و دیگران باقی بمانند تا در دین دانشمند شوند و چون به سوی قوم خود باز آیند آنها را بیم کنند، بود که آنها بترسند. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ای مؤمنان، با کسانی از کافران که نزد شمایند جنگ کنید و باید که کافران در شما درشتی را یابند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. و از منافقان کسی هست که چون سوره فرود آورده شود می گوید این سوره در حق کدام یکی از شما ایمان را افزوده است؟ اما در حق اهل ایمان در حقیقت ایمان را زیاده کرده است و آنها شادمان می شوند.
واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. و اما در حق آنان که در دلهایشان بیماری است، پلیدی را همراه پلیدیشان زیاده کرده است و آنها در حالی که کافر بودند مردند. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا نمی بینند که آنها در هر سال یک یا دو بار عقوبت کرده می شوند، یعنی با بیماری ها و مصیبت ها، باز هم آنها توبه نمی کنند و پند نمی گیرند. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. و چون سوره فرود آورده شود، یعنی سوره که در وی بیان نفاق آنها باشد، بعضی آنها از جهت شرمندگی به بعضی نظر کنند و گویند آیا کسی شما را می بیند؟ سپس بازگردند. خدا دلهایشان را بازگردانیده است به سبب آن که آنها گروهی هستند که نمی دانند. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. همانا پیغمبری از خود شما به شما آمده است. رنج شما بر وی دشوار است. بر هدایت شما حریص است. به مؤمنان بخشاینده مهربان است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پس اگر بازگردند، یعنی به خانه های خود، بگو خدا مرا بس است، بجز وی هیچ خدای نیست، بر وی توکل کردم و او خداوند عرش بزرگ است.